یا بهت یاد بدم در عرض 5 دقیقه اینو نو کنی. چجوری؟ زیر 6 تا پیچ داره، 6 تا پیچو باز میکنی، قاب رو در میاری. اینا که در آوردی اینو پرتش میکنی، میگی برو همون. وقتی که رفت همون اینجوری نو ترتمیز برمیگرده. مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی اینه که پیچای مادربرد رو باز کنی. پیچا رو که باز کردی 2 تا سوکت رو، بیشتر نه، همین 2 تا رو در میاری. اول از همه دسته رو میکشی بیرون و بعد مادربرد رو میکشی بیرون، کامل به صورت اصولی. میرسی به منبع تغذیه. منبع تغذیه هم 2 تا پیچ این بالا داره، 2 تا پیچ این بالا داره. این پیچا رو که باز کنی بکشی بیرون تمومه. اینم میفرستی میگی تو هم برو هموم. اینم که رفت هموم اینجوری برمیگرده، تر و تمیز و مرتب. اولین کاری که میکنی منبع تغذیه رو جا میزنی. اینو که جا زدی سر جاش مرتب منظم، یک کوچولو باید بیاد جلو. خب میای مادربردی که در آوردی و همون جوری که در آوردی جا میزنی، سوکتشو میزنی بره تو، خار نداره، راحت میره تو. و کانکتورها رو جا میزنی، اینم جا میزنی سر جاش. خب الان تکمیل شد. میای درشو میذاری روش، درش که گذاشتی روش پیچای زیرشو میبندی و تمام. یه پلیستیشن 1 نوع آکبند الان داری. فقط با چی؟ با یه صابون گلنار و یه حموم کوچولو. اگه کلیپو دوستش داشتید حتما لایک کنید، ممنون میشم. چنلمم سابسکرایب کنید. خیلی مخلصیم. خدا نگهدار.